خب در 35 سال گذشته هیچ تغییری به وجود نیامده. همون اوضاع به روایت بعضی دوران طلایی امام ادامه داره. تو اون دوران طلایی، تو اون دادگاه‌های 4-5 دقیقه‌ای به اسم حاکم شرع حکم اعدام میدادن، حالا به اسم رئیس شعبه فلان دادگاه انقلاب، قاضی فلانی، مثلا صلواتی. ابوالقاسم صلواتی 51 ساله، بسیجی دوره جنگ، مصدوم در جبهه غرب. سال 66 ورود به پلیس قضایی تو کردستان. 4 سال بعد 29 سالشه با انحلال پلیس قضایی تو نیروی انتظامی ورود به دستگاه قضایی به عنوان معاون دادستان سنندج و قاضی. سال 74 میشه رئیس اداره حراست دادگاه‌های انقلاب. سال 82 که سعید مرتضوی میشه دادستان عمومی و انقلاب تهران، صلواتی منصوب میشود به عنوان مسئول پرونده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، همون جایی که انبوه حکم‌های اعدام و زندان‌های طولانی مدت صادر شده. این یک شمای نگاه سریع از زمانی که ایشون تشریف آوردن تا رسیدن به موقعیت فعلی که ما امشب داریم درباره‌شون صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه امشب آقای ایرج مصداقی هستند، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و پژوهشگر امور حقوق بشر در ایران. آقای مصداقی خوش آمدید به این برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب پناهتی، همچنین خدمت بینندگان عزیز. اجازه بفرمایید که پرسش‌ها رو از دوستان فیسبوک صفحه آخر شروع کنیم. قاضی صلواتی چطور قاضی شد؟ آیا او تحصیلاتی هم دارد؟ و راسته که میگن قاضی صلواتی گاهی با نقاب خودش زندانی ها رو به دار میزد؟ یا میزند؟ آقای مصداقی خواهش میکنم بفرمایید. باید خدمتتون عرض کنم که قاضی صلواتی همونطور که خودتون فرمودید در پلیس قضایی بوده. اینکه چطوری تونستن قاضی بشن بعد از اینکه پلیس قضایی از بین رفت و منحل شدش، یا در بهتر بگم در نیروی انتظامی ادغام شد، بسیاری از اونایی که پارتی داشتن این ور اون ور رفتن در نهادهای دیگه و بخشی هم با گذروندن دوره‌هایی در یک مؤسسه بود پشت پادگان عباس‌آباد، در اونجا دوره‌هایی رو طی کردن و سمت قاضی پیدا کردن. قاضی صلواتی هم از همون هاست. البته میتونن در طول این سالها میدونید از دانشگاه آزاد یا از مؤسساتی که خب میدونید اینها ایجاد شدن برای صدور دانشنامه و صدور مدارک تحصیلی، مدارکی رو هم اتخاذ کرده باشند و کما اینکه خب میدونید رئیس بخش حقوق دانشگاه آزاد آقای رحیمی بودش که خودش مدرکش جعلی هست. عرض کنم که به این ترتیب ایشون وارد دستگاه قضایی شدن و اومدن بالا تا امروز که یکی از به قول خودشون ستونهای دستگاه قضایی هستن و یکی از قاضیانی که سه قاضی که بیشترین پرونده ها رو در ارتباط با جرایم امنیتی و سیاسی و اجتماعی حکم دادنش. بله خب بذارید در همین پیوند پرسش دیگری هم هست که یه دفعه الان بشنویم از دوستان فیسبوک صفحه آخر و پاسخ بفرمایید. اگر بحثی بود تو همین زمینه خواهیم کرد. خواهش میکنم. ایشان و قاضی‌های از این دست این همه قدرت را به پشتوانه کدام نهاد قانونی و یا شخص و جریانی کسب کردند و چه نهادی بر کارشان نظارت دارد؟ آقای مصداقی بفرمایید. خواهش میکنم. من صدا رو نداشتم یه لحظه. پرسش این است ایشان و قاضی‌های از این دست این همه قدرت را به پشتوانه کدام نهاد قانونی و یا شخص و جریانی کسب کردند و چه نهادی بر کارشان نظارت دارد؟ ببینید اینها قدرتشون رو در واقع از وزارت اطلاعات، از نهادهای سرکوب و از بازجوها میگیرن و در واقع اون به اعتبار اونهاست که میتونن همچین اعمالی رو در واقع یا احکامی رو صادر بکنن. همچنین خب میدونید اینا از طرف بیت رهبری تایید میشن. بدون تایید بیت رهبری، بدون تایید نهاد قدرت در اونجا، عملا افرادی از این دست نمیتونن در قوه قضاییه بالا بیان یا چنین سمت‌هایی داشته باشن. و البته ایشون در حراست بودن. حراست خودش یعنی در واقع ارتباط مستقیم با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و از اونجایی که ایشون خط اطلاعاتی امنیتی ها رو دنبال میکنن و از طرف اونها حمایت میشن، در واقع قدرتشون رو کسب میکنن. اما اینکه آیا نهادی روی اینها
در نظارت داره روی کار اینها، باید خدمتتون عرض کنم که نه، به اون شکل نیستش. البته دادگاه انتظامی قضات هست، منتها به کار اینها نمیرسه. دادگاه انتظامی قضات بیشتر به اموری میپردازه، به دادگاه، به قاضیان معمولی در شعب معمولی، حالا چه در دادگاه عادی باشه چه در دادگاه انقلاب، کسایی که دونپایه هستن به امور اینطوری میپردازه. مثلا آقای نعیری که امروز رئیس دادگاه انتظامی قضات هستن، ایشون مثلا یکی از ایراداتی که در مورد قاضی ها میگن اینه که مثلا در دادگاه سیگار نکشن، در حالی که آقای ایشون جزو کسایی است که در محافل امنیتی و قضایی اینا تریاک میکشن و به وفور هم میکشن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون که نه، نهادی نیست که اینها رو در واقع روی کارشون نظارت بکنه. مشخصا قبل از اینکه بنده ادامه بدم آقای مصداقی، آیا این روشن هست که آقای صلواتی درس حقوق خونده؟ ببینید جزو 5 قاضی اگر بشود، حتی گفت که 3 تا قاضیه، در واقع جزو 5 قاضی اولی است که احکام مهم نظام قضایی ایران به توسط ایشون انشا میشه. حالا انشا هم که نمیشه، شفاهی میگه آقای صلواتی احکام رو، ولی جزو 5 قاضی اوله. این آقا آیا مشخصه که درس خونده؟ درست چند سال رفته نشسته؟ چون ببینین من برای بینندگان عزیز عرض میکنم، آقای مصداقی به خوبی میدونن، من اینو کوتاه عرض میکنم که کتاب حقوق جزا، کتاب قانون مجازات اسلامی در زندان بند 350 در دسترس همه زندانیان هست تقریبا، و اونجا با خوندن اون کتاب خیلی از زندانی‌ها هستن، خیلی از جوانای زندانی هستن که حتی برای کسایی که سواد کمتری دارن اون کتاب میخونن، براشون کار وکالت رو میکنن، براشون لایحه دفاعیه مینویسن. یعنی اگر بنا باشه که فقط آدم در همین حد قوانین رو بدونه از روی کتاب قانون و برداره با استناد به اونا بنویسه، میتواند در نقش قاضی 4-5 دقیقه‌ای خب حکم صادر کنه. اما پرسش مشخص این است در ایران 75 میلیونی 4-5 تا قاضی اصلی هستن که احکام اصلی دستگاه قضا رو دارن صادر میکنن. آیا درس قضا خونده آقای صلواتی؟ چقدر میدونین شما؟ نه، عرض کردم خدمت اینا دوره‌هایی رو طی کردن در هم مؤسسه. این دوره‌ها مثلا چیه؟ آیا دوره‌های از اونجا اومدن و خب حتی کسانی دیگه، حتی کسانی که در واقع مثل آقای پور محمدی هستن، ایشون 20 سالش بوده قاضی بوده، 20 سالش بوده دستگاه قضایی بوده، خود آقای رئیسی 20 ساله بوده، 19 سالش بوده در دستگاه قضایی بوده. در 20 سالگی ایشون در دادستان بودن در کرج و بعد حکم صادر می‌کردن. 23-4 سالگی ایشون در اوین بودن، معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز بودن. همه کسایی که شما نگاه می‌کنید در دستگاه قضایی امروز اهرم‌ها رو در دست دارن، اینا سنین بسیار پایینی داشتن وقتی به قوه قضاییه راه پیدا کردن. مثلا دروس سطح رو در حوزه علمی قم خونده بودن. چه ربطی به اساساً چه ربطی داره به مسئله قضا نمیدونم. و از طرف دیگه میدونید حتی طبق معیارهای شرعی که اینها مطرح می‌کردن سابقا برای قضا میبایستی شما در اجتهاد می‌بودید و درجه اجتهاد هم که به سالگی به دست نمی‌آمده. حتی حالا بیایید به امروز یا علم، اگه بخوایم با علم برخورد کنیم، نه نداره، ولی البته بله شما میدونید در ایران مثلا ما دندانپزشک تجربی هم داریم، نسخه پیش هم در داروخانه داریم، کارهای دندانپزشک هم انجام میدن، یا نسخه پیش کارهای دکتر رو در داروخانه هم انجام میده. اما آیا دکتر خیر، آیا اون داروساز خیر، این آقای صلواتی هم به همین ترتیب هستن. آقای مقیسن که شعبه دیگر رو اداره میکنن، شعبه 28 رو اداره میکنن، همین وضعیت هست. ایشون در موقعی که ایشون بازجو بود، شکنجهگر بود، ایشون رو میشناسن، در اوین بودن در دهه 60. نه اینا هیچ کدومشون قاضی نیستن، هیچ کدومشون تحصیلات قضایی ندارن و حتی میتونن مدارکی را دانشگاه آزاد یا مدارک جای دیگه گرفته باشن. و حتی از نظر اسلامی در واقع نکته خوبی رو اشاره کردیم که قاعدتاً باید قاضی دستگاه قضای اسلامی اجتهاد داشته باشه. و بله، یه نمونه از پرونده هایی که دست آقای صلواتی بوده و اتفاقا حکم سبکی نسبت به بقیه براش صادر شده، من جای دیگه ندیدم واقعا. معذرت میخوام، من جای دیگه ندیدم، نمیدونم 3 سال حکم و اینها صادر شده. پرونده رامین چاوشی است، جوونی که توی تظاهرات خیابانی سال 88 از مامورای حکومت عکس و فیلم می‌گرفته موقع کتک زدن مردم یا تیراندازی به تظاهرات کننده ها و اون عکس‌ها و فیلم‌ها رو میفرستاده واسه رسانه‌های خبری بین‌المللی. 1 ماه انفرادی بوده و در مجموع 6 ماه زیر شکنجه. اتهامی که بهش در دوره بازجویی تو دادگاه میزنن اینا بوده.
ارتباط با دولت آمریکا، ارتباط با ضد انقلاب، توهین به رئیس جمهور، تبلیغ علیه نظام، علیه امنیت نظام و اخلال در نظم اقتصادی جامعه که سرجم شده جاسوسی. کل این اتهامات که دارین میبینید. رامین چاوشی 1.5 سال پیش با یه عده دیگر از زندانیای سیاسی آزاد شد. خلاصه ای از دوره بازداشت و بازجویی از او تا صدور حکم و زندان با حضور و صدای خودش. من موقعی که دستگیر شدم بردنم اونجا این اتهاما رو بهم زدن که مربوط به همین مسائل بود. تو ایمیل هم بیشتر چیزایی بود که مربوط به عکسایی بود که تو تظاهرات گرفته بودم، یه قسمتیش اینا بود یا اطلاعاتی بود که از تظاهرات داشتم فرستاده بودم برای رسانه‌های جمعی، حالا گفتن اسمشو نیاریم دیگه نمیارم. بعد که افرادی که مردم رو سرکوب میکردن، نه افرادی که مردم رو قربانی شده بودن، افرادی که سرکوب میکردن مردم رو، بیشتر فیلمای اونا رو گرفته بودم یا عکسای اونا بود و این باعث شد که موقعی که این عکس‌ها میومد روی صفحه‌های اینترنتی، این ریزش تو نیروهای سرکوبگر بسیار شدید میشد، چون نیروهای امنیتی خیلی مهم بود براشون که لو نرن، صورتشون برملا نشه یا هویتشون فاش نشه. به شدت فشار رو بود دیگه، فشار تهدید، شکنجه، ضرب و شتم، تو اتاق تاریک نگران داشتن، در مثلا دستشویی رو مثلا نمیذاشتن بریم، در رو باز نمیکرد بریم و خیلی صدای ناله و زجه افرادی که شکنجه میشدن. اینا برای اینکه مثلا منو فشار بیارن، من انداختم یه مدت با یه دونه از این رئیسای القاعده، یعنی سران القاعده غرب ایران، توی سلول که ما با هم درگیری فیزیکی پیدا کنیم. بعد از این مدتی من فرستادن توی سلول که یه مواد مخدری بود، اصلا خیلی آدم تنومندی بود، بسیار فشار، یعنی زورگو بود، اذیت میکرد. توی سلول بسیار تنگ 2 نفری باید با هم پا میشدیم، با هم حرکت میکردیم. رامین چاوشی 6 ماه زیر شکنجه بوده تا بازجوها بتونن ابزار لازم برای قاضی صلواتی رو فراهم کنن که حکم بده، یعنی ملات پرونده برای آقا درست کنن. در حین این که من توی این 6 ماه شکنجه می شدم، بیشتر هدف بازجو این بود که اسناد و مدارک رو تهیه کنه برای دادگاه و ما رو توی حالتی قرار میده که آرزو کنی که شما رو منتقل کنن از این 209 و 240 که من بودم به بند عمومی، که بند عمومی برای زندانی که هیچی نمیدونه انگار یه رویاست، یه بهشته، یه جوری توی این مایه ها برای توصیفش میکنن خودشون، که شما مثلا اون چیزایی که میخوایم امضا کن، گردن بگیر، قبول کن، ما میفرستیم بریم. ما که اومدیم تو 350 منتظر بودیم شعبه‌مون تعیین شه. خب 3 تا قاضی بودن که قدیمی‌ها به ما میگفتن صلواتی قاضی اصلا حالا مرگ، قاضی خیلی حکم سنگین میده، حکم اعدام اون میده و قاضی‌های بعدی که مقایسه است بعد دهنه ولی حکمای قوی نمیده. پیرعباس هم که بیشتر برای ترسوندن حالا استفاده میشد، تا اونجایی که من فهمیدم زیاد حکمای سنگین نمیداد دیگه. واسه اردیبهشت بعد از این مدتی تعیین شد که ما اولین جلسه دادگاهمونه، فکر کنم تاریخش هم 19/2/90 بود که من اولین جلسه دادگاه هم بود که برگزار نشد. صلواتی به من گفته شما پرونده سنگینه، نیاز به وکیل داری و قبلش هم یکی نفر به من گفته بود که اگه حالا اونی که اعدام داشت، از صلواتی اعدام گرفته بود، از اون قدیمی‌ها بود، به من گفت اگه رفتی اونجا صلواتی بهت خندی بدون میخواد بهت اعدام بده، اگه دیدی عصبانی بود داد و قال کرد سرت، میخواد حکم زیاد سنگین نیست. ولی من رفتم، شانس ما به اون شکلاتم تعارف کرد و خیلی خوش برخورد. گفتم دیگه وقتی هم گفته حکم سنگینه، پشت بندش هم گفت پرونده تناقض داره، منو برگردون برم تو بند. گفتم میخواد حتما اعدام بده با این شرایط. گذشت بعد از دو ماه، تقریبا 2 ماه 3 ماه بعد دوباره ما رو خواستن تو دادگاه. دوباره یه سری سوالا رو کرد و
تو اون سوالایی که میکرد واقعا شخصیت صلواتی اینجوریه که وقتی شما میری پیشش خیلی خونسرده ولی اعدام راحت میده. یعنی قاضیه که میخنده و اعدام میده. اصلا هم توی یکی از جلساتش من خودم بودم شاهد بودم، به یکی از این بچهای مجاهدین میخواستن محاربه بود، خیلی خونسرد گفت ما میخوایم یه دست طبق این حکم که میخوام بدیم یا یه دست یه پاتو میبریم یا مصلوبت میکنیم یا پرتاب از بلندی داری یا تبعید میشی. در چنین فضای زندانی میره حکمش رو از قاضی صلواتی بگیره. همیشه هم شفاهی حکم میده. عرض کردم با هر کس که این قاضی براش حکم صادر کرده بنده صحبت کردم میگفت هیچ وقت حکم کتبی دستمون نمیداد، میخواستیم ازش نمیداد. حکم همه شفاهیه. کجای دنیا اینجوریه؟ وقتی به من گفت 5 سال 3 سال تعزیر 2 سال تعلیق، امضا کردم اومدم بیرون. خب شاید اون روز یکی از بهترین روزام تو دوره زندانم بود. یعنی شاید خوشحال‌ترین روز زندانم اون دوره بود که حکممو اینجوری گرفتم 3 سال. یعنی یه سیستمی داره که شما رو به مرگ میگیره، به تب راضی میکنه. حالا این دادگاه‌ها چقدر طول میکشه؟ معروف است که خلخالی دادگاه 4-5 دقیقه بیشتر طول نمیکشید در اوایل انقلاب 34-5 سال پیش. حالا دادگاه صلواتی چقدر طول میکشه؟ 35 سال گذشته از انقلاب دیگه. دادگاهش که خیلی کوتاه بود، یعنی شاید بگم 5 دقیقه‌ای نبود اصلا. کلا صلواتی و وقتی هر کسی رفته پیشش این احساسو داره که میدونه حکمش از قبل براش صادر کردن. اصلا دادگاهی نیست. دادگاه یه حالت فرمایشی داره. تو 5 دقیقه کسی نمیشه بفهمی واقعا چی کار کرده. شما رو میبینه یه سلام علیک و یا حال احوال حکمو یا تحویلت میده یا ابلاغ چی میگن اتهام میکنه، میگه اتهام شما اینه دفاع کن، یه چیزی تو این مایه. غیر از نمایش تلویزیونی محاکمه سران اصلاح طلب سال 88 و 1-2 نمایش تلویزیونی دیگه، دادگاه‌های قاضی صلواتی به روالی بوده است که رامین چاوشی توضیح داد و تو این دادگاه 4-5 دقیقه‌ای است که همچنان احکام زندان‌های طولانی مدت و اعدام صادر میشه. اولین پرونده مهم قاضی صلواتی اعدام مجید کاووسی‌فر و برادرزاده‌اش بود به جرم قتل یک قاضی دیگر سال 86. بعد از انتخابات 88 10ها فعال سیاسی را به زندانهای طولانی محکوم کرد. محمد سیفزاده وکیل 9 سال زندان، سعید متینپور روزنامه‌نگار، امیر رضا عارفی و مجید توکلی دانشجو هر کدام 8 سال و آنهایی که به 6 سال زندان محکوم کرد: احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار، مصطفی تاجزاده فعال سیاسی، عبدالله مومنی فعال دانشجویی، رسول بداقی معلم و رضا شهابی کارگر. همه‌شان به جرایمی چون تبلیغ علیه نظام، عنوانی کلی. او به خودی‌ها هم رحم نکرد. بعد از انتشار ویژه‌نامه خاتون آن را خلاف عفت نامید و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد را 6 ماه زندانی کرد. حسین درخشان وبلاگ نویسی که خود را حامی احمدی نژاد می‌دانست وقتی به ایران بازگشت با حکم 19 سال زندان قاضی صلواتی روبرو شد. متهمان زیادی هم با حکم قاضی صلواتی اعدام شدند. محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به جرم عضویت در انجمن پادشاهی در حالی اعدام شدند که وکیلشان میگفت اعتراف آنها تحت شکنجه گرفته شده. یا اعدام زندانیان کرد مثل فرزاد کمانگر که معلم بود. قاضی صلواتی زهرا بهرامی را هم اعدام کرد. شهروند ایرانی هلندی که در تظاهرات عاشورای 88 دستگیر شد اما به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. و هواداران سازمان مجاهدین خلق علی سارمی، محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی توسط قاضی صلواتی محکوم به اعدام شدند. متهمانی هم به حکم قاضی صلواتی در انتظار اعدامند. زانیا و لقمان مرادی که به ترور فرزند امام جمعه مریوان متهم شدند. یا امیر میرزایی حکمتی که به خاطر عضویت در ارتش آمریکا از سوی قاضی صلواتی ابتدا به اعدام محکوم شد که بعد این حکم لغو شد. آرش سیگارچی، گزارش اختصاصی صفحه آخر. بله، زهرا بهرامی که اشاره شد
برای نمونه بگم خدمتتون که در تظاهرات معترضان سال 88 بسیار فعال بود و به ویژه در عاشورای اون سال 6 دی 88 که زد و خورد زیادی شد بین مردم و نیروهای حکومت و رسما اعلام شد که 37 نفر کشته شدن. مصاحبه‌ای داشت با آقای سعید قائم مقامی، خبرنگار پیشکسوت رادیویی و برنامه‌ساز پیشکسوت رادیویی، فکر می‌کنم در پرشن رادیو بود این گفتگوی رادیویی با آقای قائم مقامی که اون مصاحبه بارها به شکل‌های گوناگون در شبکه‌های جهانی اینترنت پخش شد که یه تیکشو بشنوین تا بیشتر روشن بشود که متهمان آقای صلواتی که حکم اعدام از ایشون گرفتن برای نمونه چه کسایی بودن. ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن، ما دیگه نمیشینیم سهراب رو ببرن زیر خاک بکنن، نگاه سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آبگوشتمون رو بپزیم، قرمه سبزیمون رو بپزیم. من از کسایی بودم که موتور یگان بیشتر زیر لگت کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چبوکی‌های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم، به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمی کنیم. به حکم قاضی صلواتی به اتهام قاچاق مواد مخدر این خانم زهرا بهرامی اعدام شد. البته قبلش نمایش اعتراف تلویزیونی ازش پخش میشه که نشون بدن قاچاقچی بین المللی مواد مخدر بوده. دیگه اون تیکر ما نیاوردیم نشون بدیم، امیدوارم که شما هم ندیده باشین چون هم ناراحت کننده است هم واقعا مسخره است. مثلا نشون میده که میره مواد مخدر رو از توی گلدون مثلا برمی‌داره، مثلا اینجا من قایمش کردم، یا فیلمایی که فیلم واقعا دیگه خودتون بهتر از من میدونین. اجازه بدید که پرسش دوستان فیسبوک رو بشنویم در پیوند با همین اعتراف‌ها. چرا حکومت اینقدر به انجام اعتراف تلویزیونی اصرار داره؟ آقای مصداقی خواهش کنم بفرمایید. ببینید موضوع اعترافات بیشتر به خاطر بخشش به خاطر ایجاد جو رعب و وحشته، برای اینکه مردم بدونن اگر دستگیر بشن تحت شکنجه هایی قرار میگیرن که مجبور میشن بعد بیان پشت تلویزیون و اون چیزی که بازجوها میخوان، اون چیزی که مسئولین قضایی میخوان بر زبان بیارن در تایید نظام جمهوری اسلامی. این که یک نفر در بیرون چه میگفته و بعد چرا در زندان میره و بعد از مدتی برخلاف گفته های بیرونش میاد صحبت میکنه، این در واقع مخاطبش مردم هستن که یک روندی رو شما در زندان طی میکنید که قطعا این روندی است همراه با شکنجه که مجبور میشید بیایید در تلویزیون و این موارد رو برخلاف اعتقادات قبلیتون بگید. یکیش اینه در مواقع خاصی هم شما ملاحظه میکنید در همیشه از این اعترافات پخش نمیکنن، درست در زمانی که نظام احساس خطر میکنه برای ایجاد جو رعب و وحشت این مصاحبه ها رو منتشر میکنه. برای مثال در دهه 60 شما میدیدید در اون سالهای درست 60 61 که نظام هنوز اون ثبات رو پیدا نکرده بود و هراس داشتن، این مصاحبه ها رو منتشر میکردن در رادیو، تلویزیون، حتی میزه گرد میذاشتن، در مطبوعات هم مینوشتن. بعدهای قطع شد. یا شما میبینید در سال 88 دوباره این رو میدیدید، در سال 78 هم این رو شاهدش بودید. درست در دوره‌هایی که نظام با بحران مواجه میشه شما میبینید که این مصاحبه ها رو میارن. چرا؟ به خاطری که از یک طرف ایجاد جو رعب و وحشت، از طرف دیگه حکومت‌های ایدئولوژیک اصولاً برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن، حقانیت خودشون رو بیان بکنن، سعی میکنن از زبان کسانی که مخالفشون هستن و دشمنشون هستن از زبان اونها تایید بگیرن و به این ترتیب خودشون رو محق جلوه بدن. این تنها در ایران نبوده، شما در روسیه میبینید بوده، در بسیاری از کشورهایی که نظام ایدئولوژیک داشتن اینها بوده. در دوران پهلوی هم همین مسئله بود، منتها بسیار بسیار اندک بوده، موارد انگشت شمار بوده و به این شکلی که شما در نظام جمهوری اسلامی میبینید از این سیاست استفاده نمیشه. بله، توی چند تا دادگاه که می‌خواستن اعترافات قبلا تمرین شده تلویزیونی رو ضبط و پخش کنن، این که میگم قبلا تمرین شده میدانید که بارها و بارها گفته شده است توسط
یعنی کسایی گفتن که قبلا قاضی دادگاه میومده تمرین میکرده باهاشون که بشینین بگین که بدانیم بعداً فردا بیاین فیلم برداری بکنین که یکی از این قضات هم سعید مرتضوی بوده است. به هر حال اون نکته دیگری است که و موضوع دیگری است که سعی می‌کنیم در برنامه دیگری بهش بپردازیم، اصولاً چگونگی این اعتراف‌های تلویزیونی و تهیه اینا. به هر حال قبل از اینکه دادگاه برگزار بشه، مثل دادگاه سران اصلاح طلب سال 88 آمدن گفتن دادگاه علنی است چون میخوان بیان اینا اعتراف بکنن. سران اصلاح طلب جمهوری اسلامی که خیلیاتون اگه دل دیدن شکستن آدما رو داشتین در مقابل دوربین تلویزیون دیدین اون نمایش اعترافا رو. تو اون دادگاه ها آقای قاضی صلواتی جالبه، ببینید میاد اینجوری حرف میزنه. رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بی‌طرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. چون دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. خب دیگه وکزا. به هر حال دادگاه میگه بی‌طرف بوده. خب حالا تو همون دادگاه علنی بی‌طرف اولین جلسه دادگاه رسیدگی به یک پرونده است، به قول خودش اول همون جلسه اولین جلسه عرض میکنن، اول قرآن میخونن و با زبان قرآنیشون میگن که افساد فی الارض چی و شما مفسد فی الارضید و اینها. با آقای قاضی هم پشتبندش میگه محاکمه افراد ضد انقلاب. هنوز محاکمه شروع نشده. آره گوش بدین. نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. شروع اولین جلسه محاکمه برخی عناصر ضد انقلاب آشوب‌های روز عاشورا. ببینین بعد میاد فوش میدن به احمد شهید. تو هیچ قاموس دستگاه قضایی در هیچ کجای جهان چون این چیزی جا نمیگیره. اولین جلسه دادگاه که میخواد رسیدگی بکنه ببینه آیا متهمینی که هستن اتهامشون قابل اثبات هست یا نه، در جا میگه ضد انقلابی. خب چرا دیگه ادای دادگاه رو در میارین؟ اول بسم الله قاضی میگه محاکمه افراد ضد انقلاب. هنوز که دادگاه شروع نشده. متهما یا وکیلاشون دفاعی نکردن که. تو همون چارچوب نمایشی قراره تو همین دادگاهی که تازه داری اولین جلسه‌شو شروع میکنی معلوم بشه که اینا ضد انقلابن یا نه. از کجا میگی ضد انقلاب؟ گفتم که این دادگاه خلخالی تو دوران طلایی ما. پرسش دیگری داریم از دوست دیگری در فیسبوک صفحه آخر. آیا نهادی هست که قانوناً بتونه قاضی رو بازخواست کنه؟ آقای ایرج مصداقی خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون نهاد که هستش، دادگاه انتظامی قضات هست، منتها اونها امکان رسیدگی به یک همچین پرونده هایی رو ندارن و در توان اونها نیست، به خاطر اینکه این افراد از جای دیگه تایید میشن. شما میبینید قاضی مرتضوی تا زمانی که در رأس کار بود هیچ کسی نمیتونست به او رسیدگی بکنه، به جرایم او که کاملا از پرده بیرون بود. در ارتباط با ایشون هم دوباره ما با همین مسئله مواجه هستیم. حتی زمانی که آقای هاشمی شاهرودی می‌خواستن بشن رئیس قوه قضاییه برای بار دوم، خامنه‌ای شرط کرده بود که قاضی مرتضوی حتما باشه به عنوان دادستان. بنابراین اینها پشتشون به جای دیگه گرمه و عملا پاسخگو نیستن. کما اینکه شما امروز می‌بینید حتی قاضی مرتضوی در حال حاضر هم پاسخگو نیست، در دادگاه نمیره، وقتی می‌خواد دادگاه بره از در متهمین نمیره، با محافظ میره، حتی با اسلحه میرن تو. و امروز هم می‌بینید بعد از ماه‌ها که از دادگاه نمایشی ایشون گذشته، بعد از اینکه این همه پرونده در اومده، در مجلس در اومده، هنوز به جرم ایشون رسیدگی نمیشه به اون به کسایی که حتی زیر دست ایشون بودن. حالا قاضی آقای صلواتی هم همین وضعیت رو دارن. شما در سال 89 گفته شد که ایشون استعفا داده یا برکنار شده، منتها آقای لطفی رئیس محاکم انقلاب بلافاصله اومد مصاحبه کرد و گفت نه به هیچ وجه ایشون استعفا ندادن، همچنان ایشون دارن کار میکنن. و بعد میدونید بعدا دوباره ایشون در سال گذشته به اتهام کسانی که
به جرائم جاسوسی متهم بودن، دوباره در امسال رسیدگی کردن و احکام اعدامی رو هم به طبق گفته خودشون صادر کردن، متهم اجرا نشده. بنابراین ایشون نظارتی بر کارشون نیست. چرا؟ چون سیاست‌های نظام رو اجرا می‌کنن و بنابراین دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع هم به اتهامات امثال ایشون رسیدگی نمی‌کنن و ببینید آقای مصداقی زیادی بوده پرونده ایشون به اعدام محکوم کرده. آقای جواد لاری به اعدام محکوم شده بوده، هوادار مجاهدین، منتها در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شده و آزاد شده. در موارد دیگه ای رو که ما داشتیم در سال 88 4 نفری رو بودن، اونها به همشون به اعدام محکوم شدن. آقای لطفی بود، آقای خالدی بود، آقای عبدالحسینی بود، متأسفانه همشون رو ایشون به اعدام محکوم کرد. بعد احکام اینا شکست و پارسال آزاد شدن، در سال 89 آزاد شدن. یعنی ما ارتباط اسکایپیمون همیشه دچار این مشکل هست، متاسفانه نمیدونم چرا. باری آقای مصداقی فرصتمون خیلی کوتاه، من می‌خواستم نامه آقای قدیانی زندانی سیاسی از سران ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو براتون بخونم که فرصت زیادی نداریم. فقط اشاره می‌کنم به این که ایشون در زندان نامه نوشتن به آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و نوشتن که قاضی صلواتی قاضی فاسد و بدنامی است که من با او اصلا کاری ندارم، بنابراین با تو دارم صحبت میکنم و قاضی صلواتی به دلیل فسادها و آلودگی‌ها و نقاط ضعفش به عنوان قاضی دادگاه سیاسی منصوب شده تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشه و بیچون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی رو امضا کنه. و باز به خوبی میدانید که این فرد در خود قوه قضاییه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است. آقای قدیانی میگه اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد به توضیح خواهم داد تا مردم بدانند و فلان. آقای مصداقی 1 دقیقه کمتر وقت داریم. چرا کسانی که مطلعن در حکومت یا پیرامون حکومت و لطمه خوردن، ضربه خوردن از دستگاه قضا و از مورد ستم این دستگاه قرار گرفتن، حتی اینا حاضر نیستن در چارچوب قانون بیان بگن که این مفاسد چیه؟ هیچکی نمیدونه جز آقای قدیانی و اطرافیاش. برای ایشون گفته بودن که بیشترش رو اگه لازم باشه میگن. حتی کسایی که میدونید دیگرانی که به خارج از کشور هم اومدن راجع به این موضوع تا کسی صحبت نکرده، راجع به این مفاسد صحبت نکردن. چرا؟ چون بیش از هر چیز اونها در واقع خواهان منافع نظام هستند و این افراد رو مخالف در واقع منافع نظام میبینن و از اون جایی که افشاگری در مورد اینها رو به نفع نظام نمیبینن سکوت میکنن یا فقط موارد رو مطرح میکنن برای اینکه بگن ما گفتنی زیاد داریم در حالا و طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن. فقط و فقط همین متاسفانه. ممنون.